فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادرمون یا خواهرمون میم از میرجاوه پرسیدن که آیا مرده از حال زنده خبر دارد؟ اینو چه عرض بکنیم، تا حالا مردی بر نگشته که بپرسیم که خبر دارند یا اینکه خبر ندارند. منتها اون چیزی که در روایات به اصطلاح وجود داره، در این زمینه میان علما اختلاف نظر و دیدگاهی وجود داره. برخی از علما معتقدند که مردگان میشنوند و برخی دیگر به صورت کلی میگویند که نه، مردگان هیچ صدایی رو نمیشنوند. در این زمینه هر گروهی برای خودشون استدلال‌های مشخصی رو دارند. اون کسانی که معتقد هستند که میشنوند استدلال میکنند از حدیث قلیب بدر که در روز بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مردگان رو در داخل اون چاه انداخت و اونها رو میخواستن دفن بکنن، خطاب کرد به اونها که آیا اون چیزی را که خداوند متعال به شما وعده داده بود اون حق یافتید؟ اون عذابی رو که روز قیامت و در بعد از مرگ به شما میرسد اون حق هست؟ یکی از اصحاب گفت که یا رسول الله، اینا که نمیشنون چرا اینا رو مخاطب قرار میدی؟ که در تعبیر اون هست قد جیفو، اینا که پوسیدن الان دیگه، الان حرف شما رو نمیشنون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما بهتر از اونها نمیشنوید، این اونها هم دارن صدای ما را میشنوند. کسانی که معتقدند که به اصطلاح مردگان نمیشنوند، توجیهشون این است که این یکی از معجزات رسول الله و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و استدلال میکنند به آیه قرآن که ما انت بمسمع من فی القبور، شما نمیتونی کسانی رو که در قبر هستند و مرده هست بشنوید. در هر صورت این یک مسئله اختلافی هست که به سختی میتوان که قول راجح و قوی رو در این زمینه به اصطلاح انتخاب کرد. منتها بیایم از نظر عملی نگاه بکنیم که واقعا این حکم این مسئله چه تأثیری در زندگی ما داره. آیا در عبادات ما تأثیر داره؟ در زندگی ما تأثیر داره؟ هیچ تأثیری در زندگی ما نداره. چه مردگان بشنوند یا نشنوند، چه خبر داشته باشند چه خبر نداشته باشند، در هیچ صورت تأثیری به حال ما ندارد. منتها در روایت دیگری هم اومده که خب قطعا ارواح انسان ها نمیبینن، اون چیزی که میمیره تنها اجساد هستند. و علامه ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب معروف خودشون الروح روایات و اقوال زیادی رو آورده که زمانی که ارواح با هم دیگر ملاقات میکنن یا یک روح تازه به جمعشون وارد میشه، یعنی یک تازه فوت کرده از دنیا و برگشته به جهان آخرت، احوال رو میپرسند که چه خبر بود، اون خبرها را میرساند. اما به هر صورت این یک حکمی هست که برای زندگانی ما و از نظر شرعی برای ما هیچ تأثیری نداره، دانستنش یا ندانست.